به این نتیجه رسیدم ولاگایی که یهویی گرفته میشه خیلی خوشگل‌تره. آقا خداییش قبول دارین که اصلا قشنگی و واقعی بودن یه ولاگ به اینه که از قبل برنامه‌ریزی نشده باشه. مثلا من امروز هدفم فقط کار کردن بود، ولی خب مجبور شدم کنارش یه سزار و یه لیمونادم سفارش بدم که لیمونادش واقعا افتضاح بود، ولی خب پوینت مثبتی که این کافه برای من داشت این بودش که خلوت بود. در نتیجه کارامو خیلی سریع و راحت انجام دادم. کلا با اینکه تعطیلات تمام شده تهران هنوز خلوته. منم خیلی زود رسیدم خونه. روتین پوستیمو انجام دادم و از اونجایی که هنوز انرژی کافی داشتم که بخوام از روزم استفاده بکنم، تصمیم گرفتم که حاضرشم برم تمرین و معتقدم که بهترین روز رو برای تمرین انتخاب کردم، چون هوا فوق‌العاده بود. از این به بعد بهاره، همه چیز بوی تازگی و نوعی داره و آدم کیف میکنه. شروع 3 کیلومتر رو نرم میدویم. فقط چون باد بود بیشتر وقتا این شکلی بودم، ولی خب قشنگی خودش هم داشت. 5 کیلومتر همین الان تموم شد. تا ویدیو بعدی